کتاب دوست رفیق همدم همنفس و همبال انسان است. درود بینندگان عزیز، طول چند روز می شود که در کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی برگزار شده است و این لحظه ما صحبتی داریم با یکی از اشتراکچی فعال این دور، سعیدова بنظیر، که چند لحظه پیش در نزد حکمان برآمد کردند. خوب شما رو به برنامه خوش آمدید میگیم. تشکر. خوب بیاید بنظیر خودتون رو خوبتر معرفی کنید و بگید که شما از کجا هستید و از کجا با کتابخانه ملی برای اشتراک با این آزمون تشریف آوردید. من سعیدова بنظیر هستم، خواننده صنف ششم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 به نام میرزا فیضلی شهری وحدت می باشم. من طول 2 سال است که در این آزمون از روی نامیناسیای ادبیات بچگانه اشتراک می نمایم. تشکر بنظیر. خوب شما چند لحظه پیش در نزد حکمان برآمد کردید و هنر و مهارت خود را نشان دادید. بگویید که برآمد شما چگونه گذشت؟ آیا حکمان به شما سوال‌های دشوار دادند؟ چگونه سوال‌ها پیشنهاد کردند؟ حکمان به من سوال‌های دشوار ندادند. من توانستم به همه سوال‌هایشان جواب گردانم، ولی بودند سوال‌هایی که من به آنها جواب گرداندن نتوانستم. مثلا کدام سوال بود که شما به آن جواب گرداندن نتوانستید؟ در یک شعرم کمی در ماندم و امیدوارم این را خطاگی حساب نکنید. بله، کدام شعر بود؟ یک شعر از عبید رجب، آرویک. آرویک. تشکر. خوب، پس باز کدام سوال ها بود؟ دیگر سوال هایی که دادن به من دشوار نبودند. یعنی به همگی سوال ها جواب های مناسب گرداندید. بله. تشکر زیاد. خوب شما طول چند سال می شود که در این آزمون اشتراک میکنید؟ من طول 2 سال است که در این آزمون اشتراک میکنم. آفرین. خب پس بیاید شما همچون اشتراکچی هستید و تمام آن نفرانی که عین حال ما رو تماشا کرده ایستادن انتظار آن هستند که از زبان شما بیشتر شعرها، افسانه ها، بیشتر چیستان ها به خود گیرند. خب پس بیاید برایشان یک شعر جالب بچگانه قرائت کنید. گربه جان کنی تو، مؤلف یوسف جان احمدزاده. یک گربه زردک بود، شوخ و کوچه گردک بود، دویم در کوچه میگشت، همراهی چوجه میگشت. روزی گفتا ای چوجه، در دل زده است این کوچه، دلکشولم همیشه، با سیر و گشتی بشه. چوجه گفتا راهش دور، رفتن ندارد ضرور، آنجا پلنگ و گرگ است، شیر و فیل بزرگ است. گربه گفتا گلی تو، قورباغه چولی تو، همراهی تو من هستم، گربه پیلتن هستم. چوجه به او باور کرد، اول خودش ره سر کرد، شدند آنها روانه، خوانده شعر و ترانه. چوجه در نزد بیشه، حله رو کرد پیشه، گفتا کسی می آید، کسی ما رو می پاید، دندانهایش چون اره، حالا کشیده نره، سوی ما می زند خیز، هو انا آمد گریز. گربه جان کنی تو، گپی نمی زنی تو، بیا کمی سنجیدم، یک شوخی کرده دیدم. گربه سرد و کرخت بود، در شوخکی درخت بود. آفرین، احسن. واقعا هم شعری جالب بود و همسالان خود شعرهای بچگانه رو به نهایت میپسندند و میتوانید که برایشان افسانه نقل کنید. بله. مرحمت. افسانه مرغ، مرغابی و موش. بود نبود، مرغی بود. یک روز رفته ایستاده بود که از نزدش خلطه گندم مییابد و شادی کنان به خانه میبرد. گندم یافتم میگوید. بعد میگوید که گندم را به آسیاب میبرد آرد میکند. مرغابی میگوید من آرد نمیکنم. موش میگوید من هم آرد نمیکنم. مرغ ناعلاج خود گندم را برده به آسیاب آرد میکند. بعد آرد را میآورد و میگوید که آرد را خمیر میکند. مرغابی میگوید من نمیکنم. موش میگوید من هم نمیکنم. مرغ آرد را خود خمیر میکند و میگوید که هیزم میآورد. مرغابی میگوید من نمیآورم. موش میگوید من هم نمیآورم. مرغ خود رفته هیزم میآورد و میگوید که تنور رو میتفساند. من نمیتفسانم میگوید مرغابی. من هم نمیتفسانم میگوید موش. مرغ خود تنور رو میتفساند و بعد میپرسد که نان را به دیدان میبندد. من نمیبندم میگوید مرغابی. من هم نمیبندم میگوید موش. و مرغ خود نان را میبندد و میکند و بر روی دسترخوان میگذارد. بعد میپرسد
کی نان میخورد؟ مرغابی میگوید من میخورم من میخورم. موش هم میگوید من هم میخورم. مرغ میگوید نه 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 نه، وقتی که شما زحمت نکردید شما نان نمیخورید. برای چی؟ گفتند بیرنج نآید به دست گنج. بله واقعا هم درست قید کردید بنظیر. البته دوستان عزیز، هر نفری که بیشتر زحمت میکشد البته راحتش رو میبیند و به زحمت یگان رنج یگان به زحمت یگان چیز به دست نمیآید. و بنظیر خوب پس برای همسالان ما بیایید چی سخن بگویید. همدمی دارم که به آواز صحبت میکند، به زبان و به دهان نقل و روایت میکند، هوش و گوش و عقل افزون میکند گفتاری او، از کدامین فن که خواهی او حکایت میکند. جواب این چیستان کتاب. 35 برادران با هم دوست و مهربان، با هم دیگر میبازند، هر چی خواهند میسازند. جواب این چیستان الف با. یک پارچه زمین داشتیم، تخم سیاه کاشتیم، با چشم خود بدیدیم، با عقل خود شناختیم. جواب این چیستان کتاب. آفرین کفایه. خوب شما چقدر کتاب مطالعه کرده اید؟ من 70 اثر مطالعه نموده‌ام و 140 حکایه از نویسندگان بچگانه. خوب شما از شاعران بچگانه چقدر شعرها حفظ کرده اید؟ 156 شعر حفظ نموده‌ام و 5000 و شعرهایم همگی به 5000 مصرع میرسند. بله خوب شما بیشتر شعرهایتان از کدام شاعر است؟ کدام شاعر رو بیشتر میپسندید و شعرهای اون رو بیشتر حفظ میکنید؟ شعرهای من بیشتر از عبید رجب میباشد، از عبید رجب، از لطافت کنجیه و از میرسعید میرشکر میباشد و نیز از همه شاعرانی که در نظامنامه آزمون آورده شده است. من از آنها به قدر امکان شعر میدونم. خوب پس بیاید از استاد لطافت کنجیه و برای ما یک شعر بخونید. ملخک مؤلف لطافت کنجیه. جستی و جستی ملخک، بلند و پستی ملخک، راست عجب نمی روی یا که تو مستی ملخک. اوچه بینی. شعر از لطافت کنجیه. کوسا کوسای چینی درونش پوریشینی، گمبوسک توزون اوبر برای اوچه بینی. اوچه یکش اوه اوه در خیرمانی سری رو، از روی یکی کلوخک چپش شده است ناگاه. آفرین احسن. واقعا به نظیر شما شعر رو عالی قرائت میکنید و بیاید در وصف تاجیکستانی عزیز، در وصف وطنی عزیزمان و این چنین در وصف دوشنبه اگر شعر دونید پس برای ما قرائت کنید. در وصف تاجیکستان شعر از یوسف جان احمدزاده. تاجیکستان مادری من، تاج طلای سری من، حسن تو شوق بهارم، مهر تو بالا پری من. تاجیکستان آستانم، خانه من داستانم، آبرودت فیض عمرم، کوهسارت پاسبانم. تاجیکستان زنده باشه، عاجز و سرخم نباشه، همچو خورشید جهانگیر نور پاشه نور پاشه. مانیم با من چی باکه، لیک بی تو من نمانم، با تو یک لحظه بمانم، در گمانم زنده مانم. آفرین احسن. خوب در وصف وطن میدونید؟ وطن. شعر از بهرام فیروز. وطن تنها همین معنای ما نیست، وطن کوهسار سربالای ما نیست، وطن افسانه ها نه قصه ها نه، وطن تقدیر خونپالای ما نیست. برای وطن ما جان فشاندیم، ته زندان و روی دار مردیم. وطن تا جاویدان ماند به گیتی، سری افراشته با آر مردیم. وطن تقدیر فرزندان ما بود، وطن سوگند ما ایمان ما بود، وطن صبر دل مهنت کش ما، وطن یک آخرین درمان ما بود. وطن نه میر و نه تاج و نه بیرق، وطن نه گنج و نه گنجینه ها است، وطن امید فردای خوشی بود، وطن چون آرمان در سینه ها است. آفرین احسن. واقعا بینندگان عزیز ببینید که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است چگونه انسان ها را می سازد و به نظیر نیز محض آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی
کتاب است سبب شده است که بیشتر کتاب خونده است. بیشتر ببینید که اینقدر قرائتشون عالی هست و شما می توانید در این آزمون اشتراک کنید و دانش و مهارت خود را بلند بردارید. خب بنظیر پس برای ما تیزگویک نگفتید که یکی از تیزگویک شبی دیشب شبی در شهر شام آشوب شد، شیشگه شیشش افتاد 660 تیکه شد. شبی دیشب شبی در شهر شام آشوب شیشگهش افتاد 660 تیکه شد. شبی دیشب شبی در شهر شام آشوب شیشگهش افتاد 660 تیکه شد. آفرین. احسن. باز یک تای دیگر. دو دزد رفتند دزدیدنی بز. یک دزد دو بز دزدید، دزدی دیگر یک بز. دزدی دو بزه به دزدی یک بزه گفت من دزدی دو بز هستم، تو دزدی یک بز. دزد رفتم زدم یک بز دیگر یک بز یک بز من دزدی بزدم یک بز. دزد رفتم زدم یک بز دیگر یک بز یک بز من دزدی بزدم تو دزدی یک بز. آفرین. احسن. تشکر زیاد. خوب باز برای ما بیاید یک افسانه نقل کنید. لک و پک. بود نبود یک لک بود و یک پک. آنها یک دختره داشتند. یک روز به خانه آنها خواستگار می آید. لک و پک دخترش را به آبیاری می فرستد و یک کوزه می دهد. دخترک به نزد جو می رود و آب گرفتن می خواهد و فکر می کند حاضر مرا مادرم به شوهر دهد. من فرزند کنم با فرزندم به خانه پدر و مادرم آیم. پدر و مادرم به وی یک کوزه دهند و گویند رفته آب بیار. وی آمده آب می گیرد که ناگهان پایش لغزیده به درون جو می افتد. پسرکم می مرد. دختر با همین خیال می شیند و گریه می کند. مادرش کمی ایستاد ولی دخترش نیامد. به شوهرش گفت من یک رفته بینم دخترمان کجا شد؟ و می رود می بیند که دخترش در نزد جو نشسته گریه می کند. از دخترش واقعه رو می پرسد. دختر به مادرش واقعه را نقل می کند. مادر هم نشسته می نالند. هر دو گریه می کنند. بعد پدر خیلی می ایستد ولی زن و دخترش نمی آیند. وی هم به سراغ دخترش می رود. همین طور آنها هر سه گریه کرده به خانه می آیند. بعد دختر را به شوهر می دهند. یک روز دختر صبح از خواب می خیزد. به وی نمی فورد که دستوریش رو شید و همان طور نشسته چای می نوشد که ناگهان گوساله بانگاس می زند. دختر می گوید انا اکنون گوساله دید که من روی ناشسته خوراک خوردم. این و رفته به همه می گوید. وی با همین خیال به نزد پدر و مادرش رفت. پدر و مادرش گفتند چی گپ شد دخترم؟ دخترک واقعه را به پدر و مادرش نقل کرد. آنها به نزد قاضی رفتند و قاضی گفتند قاضی دختری من صبح دستوریش را ناشسته خوراک خورده است، گوساله دیده است و تمامی خلق آوازه کن که دختری من دستوریش ناشسته خوراک نخورده است و همه گویی که نگویند به هیچ کس. بعد قاضی میگوید از دستی من این کار نمی آید، رفته به پادشاه خبر ده. لک و پک با دخترش به نزد پادشاه می روند. پادشاه می پرسد شما چی می خواهید که من اجرا نمایم؟ لک و پک می گویند دختری من صبح روی ناشسته خوراک خورده است و گوساله دیده است. تو به تمام خلق آوازه کن که این رو به هیچ کس نگویند. پادشاه به ندیمانش فرمان می دهد که رفته به همه خبر دهند که این دستور ناشسته خوراک خوردن دختری لک و پک رو به هیچ کس نگویند. همه حال لک و پک فکر میکنند که هیچ کس نمیداند دخترشون روی ناشسته خوراک خورده است. در دنیا آدمان ساده هم وجود دارند. بله. خوب پادشاه فرمان میدهد که رفته همه رو گویند که این خبر رو به هیچ کس نرسونند. البته خود پادشاه به همه رو الکی اعلام کرد. آفرین. بله. حال لک و پک میدونند که دخترشون رو هیچ کس نمیداند که دخترشون روی ناشسته خوراک خورده است. بله. واقعا هم بینندگان عزیز بسیار افسانه جالب بود و باز از زبان یکی از اشتراکچی فعال این دور شنیدن افسانه بسیار هم جالب تر است. همه خیلی نه؟ آفرین. خوب میگفتید که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. در حیاتتون چگونه نقش گزیده است؟ شما همچون اشتراکچی این آزمون همه آدمان را رو به کتابخوانی آورده است و همه میخواهند در این آزمون اشتراک نمایند و دانش خود را سنجند. من به همسالان خود میگویم که بیشتر کتاب خوانند و در این گونه آزمون ها آمده اشتراک نمایند و دانش خود را سنجند. بله. رقیبانتون را زیاد کردن میخواهید؟ تشکر. خوب بینندگان عزیز، هر نفری که در برنامه ما اشتراک میکند به واسطه تمام ما و شما را تلقین میکند که پیوسته کتاب خوانیم و فکر میکنم که اینها نیز از کتابخوانی به جای رسیدن. بله عزیزان. خوب بی‌نظیر بار دیگر شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. تشکر. سلامت باشید. به شما موفقیت خواهان هستیم. رحمت.
خب بینندگان عزیز، در اینجا صحبت ما با یکی از اشتراکچی فعال دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است بنظیر سعیدова و با پایان میرسد. با شما سلامتی و سربلندی خواهان هستیم و با بنظیر موفقیت و سلامتی خواهان هستیم. تشکر زیاد.